سلام عرض ادب خدمت دوستان عزیز، ان شاءالله که حال همگیتون عالی باشه. محمد جواد نجیم با شما صحبت میکنه. امروز بچه‌ها میخوایم چهارمین جلسه از جلسات طوفان بزرگ رو برای شما تدریس کنیم. امروز خیلی من انرژیم بالاست، پر انرژی میخوام جلسات رو بگیرم، به خاطر اینکه من امروز خیلی سود دیدم توی اسکرین های بچه‌ها با تک معامله دارن 2 برابر 3 برابر هزینه دوره رو در میارن. این برای من خیلی خوبه، خیلی جذابه و فکرم نکنید که با حسابهای خیلی بزرگ کار میکنن با 1/10 2/10 دارن میزنن، رنده میکنن بازار رو. نکته کنکوری، ما هنوز چون خیلی جا نرفتیم کلوز فرندمون رو برای بچه ها به صورت رایگان نذاشتیم. بچه ها توجه کنید که ما هنوز تمارینمون رو نذاشتیم، سیگنال هایی که میخوایم علاوه بر جاست فارکس بذاریم و تو اینجا نذاشتیم، ولی بچه ها با 3 جلسه از 30 جلسه ممکن بازار رو رنده کردن. این در حالیه که ما اگه دقت کرده باشید اصلا هنوز به استراتژی ها نرسیدیم، ولی انقدر ما اومدیم خوب کار کردیم، خوب تدریس کردیم، بچه ها دارن بازار رنده میکنن. اینه که من میگم فرق ترید شو و طوفان اینه. من تو ترید شو 20% اطلاعاتم و قوتم رو گذاشتم، الان 100% میذارم. بریم شروع کنیم، میخوایم پرقدرت جلسه 4 رو بگیم. بریم. خب بچه ها یه مسئله میخوام در موردش صحبت بکنیم امروز. حالا بهتون میگم میخوام در موردش صحبت کنیم. یه چند تا سوال بچه ها از ما پرسیدن، من میخوام بیام متوجه که طوفان یک رو من تدریس کردم، میخوام بیام در مورد اینها صحبت کنم. یکی این بود که بچه ها میومدن میگفتن که آقا مثلا ما به عنوان مثال یه همچین گره معاملاتی خوبی هست، ما اگر میخوام روش معامله کنیم، یا اینکه مثلا اگه بیس باشه یه همچین بیس خوبی هست. اصلا الان بهتون توضیح میدم. بچه‌ها در مورد گره های معاملاتی باید دنبال گره های معاملاتی باشید که لگ های حرکتیشون بزرگه، به خصوص لگ دوم که از گره و اون بیسه خارج میشه. چرا؟ آقا زمانی که بازارساز میاد اینجا سفارش میذاره، میخواد قیمت رو پرتاب کنه، اگر از اون حالت رنج یا بیس یا گره پرقدرت بره بالا، ما میفهمیم که این خیلی سفارش گذاشته که تونسته اینجا این رو بکشونه بالا. اگر تو همون حالت اولیه این رو نتونه خوب بکشه بالا، ما اصلا دیگه چه توقع داریم که بخواد بیاد بخوره، اینجوری بیاد بخوره بعد مثلا این شکلی بره بالا؟ نه. پس حتما باید در مورد این توجه کنید. دقیقا در مورد بیسام همینه. آقا این بیسام زمانی که قیمت ازشون خارج میشه، اولا باید هفتی هشتی باشن، بعدم قیمت خارج میشه باید پرقدرت بریزه، با چند تا کندل باید حداقل بریزه پشت سر هم، با اسپایکی باید بریزه. بنابراین حواستون جمع کنید. این در مورد یه مسئله. سریع رد شیم بریم در مورد یه مسئله دیگه. طرف اومده بود میگفت آقا ما اینجا یک بیسی داریم، بیس بزرگی داریم، تایم فریم 4 ساعته. من اگر مثلا بیام اینجا سل بخوام بگیرم، مثلا تایید کندلی هم بخوام بگیرم، اس ال هم بخوام بذارم این پشت، تی پی 1 و تی پی 2 خیلی بزرگ میشه. من اینا چیکار کنم؟ آقا صبور باشید، ما 30 جلسه رو داریم. این 30 جلسه همین نکات ریز توش کلی هستش دیگه. ما تو تایم فریم های بزرگ به شما یاد میدیم که آقا اینجا ترید نزنید، اگر ترید میزنید چه شکلی ترید بزنید. ما میریم داخل این رو پیدا میکنیم، میگیم قیمت اومد اینجا، همینجا تاییدیه رو بگیرید و از اینجا بزنید. اینجوری اس ال تون هم کوچیک‌تر میشه، وینرتون میره بالا، تی پی هاتون هم بزرگتر میشه. این از این. ببینیم دیگه سوال چی بود دیگه. خب اینی که جواب دادیم. بریم این یکم ببینیم. نه دیگه چیز خاصی نیست. خب آقا ما میخوایم در مورد نواحی صحبت بکنیم، در مورد این نواحی میخوایم صحبت کنیم. این بچه ها نواحی که ما میخوایم در مورد بحث نفوذ صحبت کنیم. اوکی. این بچه ها ما زمانی که قیمت میاد خودشو میرسونه به این نواحی، ما داریم در مورد نواحی تقریبا بزرگ صحبت میکنیم، یعنی نواحی تقریبا تایم 30 دقیقه به بالا که سفارشات درست حسابی داخلشه. تو 70% مواقع ما میبینیم که به سر سطحش میخوره، میریزه،
و میاد اینجا سفارشاتش رو از اینجا میاد میرسونه. خب یعنی توی 70% مواقع ما همچین چیزی رو میبینیم. خب اینجا میتونیم بیایم و استفاده کنیم و ازش معاملمون رو بگیریم. حالا اینی که چرا میخوره به این سر سطح کوچیک میریزه بعد میره بالا یهویی میریزه، این اصلا داستانش چیه، نحوه معامله کردنش چیه، همه اینا رو به شما میگم. اصلا نگران هیچی نباشید، اصلا نمیذارم گیج بشید، چون این رزومه منه. من اگر اینو نتونم خوب تدریس بکنم به من دیگه محمد جواد نجیمی نمیگم. من اینو باید انقدر حرفه‌ای برای شما تدریس بکنم که پس فردا کسی توی فارکس توی تلگرام اسم فارکس رو سرچ کرد محمد جواد نجیمی بیاد بالا. بنابراین فرق میکنه سیستم محمد جواد نجیمی و بقیه. حالا مسئله‌ای که ما الان میخوایم در موردش صحبت کنیم اینه که آقا ما زمانی که میخوایم روی یک ناحیه سیل بزنیم، روی این بیسمون سیل بزنیم، یه بار میتونیم بیایم سیل بزنیم. اگر این ناحیه یک بار اومد خورد، دوباره ریخ، دو بار خورد ریخ، 100 بار بیاد تا کف زمینم بریزه، ما دیگه هیچ کدوم از اینها رو نمیایم ترید کنیم. چرا؟ چون از نظر من ناحیه یک بار مصرفه. چرا آقای نجیمی وقتی که میشه چرا نکنیم؟ آقا این قوانینه که وین ریتو داره میبره بالا. میخوای وین ریت بشه 75، بیا همشو 10 بار سر بگیر. پس شما روی هر یک بیس یا یک گره فقط یک بار معامله میزنی. حالا توی 70% مواقع این بذار یه خود کوچیک‌ترش کنم. توی 70% مواقع خب گفتیم آقا اینجوری میاد میخوره به این، اینجوری میریزه. خب یعنی اگر بخوره به سطح و شما حالا نگرفته باشی میتونی بیای منتظر باشی بیاد توی این ناحیه اینجا سل بگیری، یا اینکه قیمت اینجوری نمیاد بخوره، میاد اصلا داخل از داخل میریزه. اگر اومد که دیگه کلا همین یه بار میتونی بگیری دیگه. اوکی اینو تکنش بدم. خب همین یه بار فقط میتونی بگیری. بنابراین شما فقط و فقط حق داری یک بار بگیری، حتی که چند بار بهش برخورد کرد. حالا اگر بچه ها قیمت بیاد اینجا، فکر کنین تایم فریم 4 ساعت است، بیاد یه نفوذ، یه شادو، فقط یه شادو کوچولو در حد یه پیپ بیاد از این خارج شه و حسن بیاد اینجوری هم بریزه، خب مطمئن باشید، آگاه باشید راه هموار شده. قیمت دفعه بعدی بخواد بیاد این بالا، اینجا مثل چی پاره میکنه میره بالا. چرا؟ چون دیگه این ناحیه یک ناحیه لب و دهنی بیش نیست، سفارشاتی توش نیست. اولین چیزی که ما فرقی که الان میخوایم در موردش صحبت کنیم، دید مثلا آقای ناحیه مقاومتی خیلی خوب داریم، پراکس اکشن میومد میگفت آقا برخورد دوم شد 3 رو بگیر، شد 4 رو بگیر، نهایتا 5 هم شکست فکر میخوره برو بالا. خب اولین تفاوت ما با پراکس اکشن همینه. پراکس اکشن چی میاد میگه؟ آلبروکس که حرف اشتباهی میاد میزنه، میاد میگه آقا هر چقدر تعداد برخوب گوش کنه ببین چی میگه آلبروکس. میخوام الان بفهمید چقدر از آلبروکس که انقدر توی دنیا محبوبه جلوتری. آلبروکس میاد میگه یک ناحیه مقاومتی ما، خب یک ناحیه مقاومتی ما هر چقدر تعداد برخوردها بهش زیادتر باشه ناحیه بهتریه. اوکی واسه معامله کردن. حالا من یا محمد جواد نجیمی چی میاد میگه؟ من اینو میام میگم، من میگم آقا این حرف چرت محضه. سفارشات اینجا اگر 100 میلیون دلاره، اینجا 80 میلیون دلار دیگه داره، اینجا 60 میلیون دلار دیگه داره. پس ریسک این معامله بیشتر از این معامله است، ریسک این معامله بیشتر از این معامله است. خب حالا من میام چی میگم؟ من میگم نواحی که بهشون خیلی برخورد کرده اگر بشکنه اون مقاومت، خیلی معتبره که بخواد بیاد اینجا تغییر ماهیت بده و از اینجا بره بالا. پس هر چقدر یک نواحی، یک ناحیه یا یک مقاومتی
تعداد برخوردش بیشتر باشه واسه سل گرفتن خوب نیست، چون یه مقاومت مهمی شکسته میشه، بعد از شکست واسه پولبک و بای خوبه. مسلما این ناحیه خیلی مهمتر از این ناحیه است. مثلا اینجاست یه مقاومتیه، یه دونه بخوره بهش بعد بره بالا، احتمال داره که این پولبک هم نزنه بره بالا، احتمال داره که این بیاد پایین. چرا؟ چون تعداد برخورد ناحیه مقاومتی 2 تاست، ولی این 1 2 3 4 تاست. اوکی. پس شما اگر حتی 1 پیپ شده باشه به تو تایم فریم 1 ثانیه نگاه کنی، 1 پیپ اینجا اومده باشه نفوذ کرده باشه بهش، چه اتفاقی میفته؟ اون ناحیه دیگه از نظر ما کامل از دست رفته. بریم مثالشو بزنیم. خب بریم مثالشو بزنیم. تایم فریم رو بریم 1 ساعته. داشو امروز خوبه. خود بزرگترش کنیم ببینیم چی داریم میبینیم. بریم ببینیم که ببین الان مثلا شما یه همچین چیزی رو در نظر بگیر، یک بیسیه دیگه. اوکی آقا، زمانی که قیمت اینجا میاد میخوره بهش، خب اینجا سفارشاتش ببین، اینجا نگاه کن، خیلی جالبه، اینم داره نشون میده. به تایم فریم رو بریم پایین. خب تایم فریم رو بریم پایین ببینیم که چی نشون میده. توی 15 دقیقه اینجا رو ببینیم. ببین الان همین رو که ببینی، حالا شاید تو 5 دقیقه خوشگل‌تر نشون میده. قیمت اینجا میاد به سر سطح میخوره میریزه، میاد اینجا از اینجا میریزه. اوکی خیلی جالبه ها، داستان داره، بهتون میگم برای چی. خود این الان چقدر ریخته؟ الان همین سر سطح یا 50 پیپ ریخته، با یه دهم میزدی $50 سود میکردی، کاری نداره. حالا یه بریم 1 ساعت دوباره ببینیم. حالا اینجا از نظر ما دیگه ناحیه تموم شده، قیمت حالا این دیگه یه پیپ هم نیومده، ولی ببین سفارشات تموم شده، اینو دیگه نباید بگیرید، اینو به هیچ عنوان نباید بگیرید. یه قیمت اومده اینجا و حالا از اینجا پولبک زده رفته بالا. بریم سراغ نوایی که نفوذ بهش میشه، ببینم پیدا میکنم. خیلی ناحیه مهمیه. خب ببینیم چی میبینیم. میتونم قشنگ چیزای دیگر هم برم ببینم. حالا دارم رو طلا میبینم. ببین اینجا رو ببین. آقا اینجا خودش یه بیسه. حالا نمیخوام تایم فرمش اصلا بگم تایم فرم چنده ها. این بیس من قشنگ برم بکشم. یه بیسی بوده که به هر دلیلی کار نکرده. حالا دلیلش هم به شما خواهم گفت. ببین توش نفوذ شده. خب توش نفوذ شده. خیلی هم میگن آقا شکسته فیک شد، اینو بیا بگیر و نمیدونم ببر بالا. اینو نه آقا، این یه بار دیگه بیاد حمله کنه به بیس، دوباره میاد میشکنه. ببین اومد شکست، یعنی یه شادو هم بزنه به این تموم کارش. ببین بازم مثال بزنیم. ببین مثلا همینجا رو ببین. آقا اینجا خبر بوده اصلا. خب ببین الان هم اینجا ببین این یه دونه بیس اینجا داریم. خب مثلا یه دونه بیس هم اینجا داریم. اوکی. خب اولا که قیمت اومده به این خورده. ببین اومده به این، اصلا اینو ولش کن، به این خورده ریخته. اوکی. حالا قیمت اومده، فکر کنم اینجا خبرم شاید بوده، نمیدونم. ببین اومده اینجا، اینو یه شادو زده، تموم شده رفته پایین. دفعه بعد میشکونتش. ببین دیگه وقتی که اومده اینجا، اینا دیگه لب و دهنه. هر چقدر بگی آقا خوب ریخته، از اینجا که بوده این خوب ریخته، از اینجا چه شادوی زده، چه سفارشی زده،
آقا دفعه بعد میاد میشکنه اینو. پس اینو مد نظر داشته باشید. ببین بچه‌ها یه چیزی بذار بهتون بگم. شما تریدرها مشکلتون اینه که دوست دارید همش معامله کنید. نه، اگه شما بتونی بازار رو یاد بگیری که بدونی این ناحیه الان توش سفارش هست یا نیست و اگر بفهمی اینجا سفارش هست بگیری، یا اینکه بفهمی که نه این الان اون داستانه که الان بهتون گفتم اتفاق افتاد و دیگه توش سفارشی نیست و دست به سینه اینجوری بشینی و فقط بازار رو نگاه کنی، یا حداقل زمانی که شما همه به فکر معاملات سلن شما به فکر معاملات سل نباشی، چون بدون این ناحیه قرار بشکنه تمومه. من میدونم الان همه شما که دارید الان این ویدیو رو میبینید همتون سودهای خوبی رو داشتید، ولی خیلیاتون یهویی تو یه روز 2 روز یه هفته خیلی شاید دست دادید. حالا یا مدیریت سرمایه رعایت نکردی یا یه احساسی معامله کردی. احساسی معامله کردن زمانی که شما بازار نمیفهمی. الان که میفهمی تعداد معاملات روزی که روزای بعد تریدر هست رو داری کم و کم و کمتر میکنی، پس میتونی کاملا برآیند تو مثبت کنی. سیستم معاملات طوفان یک سیستم بی‌نظیره، از نظر من بی‌نظیره. می‌دونی چرا؟ بخاطر اینکه دست این بزرگان رو کرده، دست این بزرگان بازار رو کرده. شما همین که پشت دست این بزرگان بتونی معامله بزنی یا نزنی، یعنی آقا بدونی که آقا خب اینجا دیگه سفارشی نیست، بزرگانم نمیخوان دیگه پولی بذارن، نزنی تموم کارت. اگه قرار باشه توی زندگی تصمیمات اشتباه تو کمتر بگیری، خب آدم خیلی موفق تری هستی تا کسی که هی تصمیمات پشت سر هم اشتباه میگیره، بعد همش هم نمیدونه از کجا خورده، میگه آقا روزگار دیگه، آقا بدشانسی. نه، همه شما به نظر من از تصمیمات اشتباه میخورید. آقا بدشانس بدونی کیه؟ اون بچه‌ایه که توی یه خانواده مثلا، ببخشید حالا اونها واسه خودشون محترمن، گدا به دنیا میاد. وقتی که توی خانواده گدا به دنیا میاد، یک بچه دیدینه که پشت زنا هستن، پشت مردا هستن تو این 4 را، اون میتونه بگه من آدم بدشانسی ام، چون دیگه واقعا واسش بسترش مهیا نیست. این یه خود بزرگشر بره سر کوچه گدایی کنه، درس نمیتونه بخونه، اون میتونه بگه بدشانسم. ولی شما تصمیماتون اشتباه میندازید گردن دیگه. این اشتباهه. بریم سراغ مثالای بعدیمون. خب بریم ببینیم که چیو میبینیم. ببین مثلا الان همینجا رو ببین، حالا این گره خوبی نیست واقعا. ببین مثلا حالا اشکال نداره ما حالا بخوایم درس امروز رو بگیم دیگه. آقا این اومده قیمت اومده سفارشش رو مصرف کرده، کم ریخته، عیبی نداره دیگه. آقا حتما که نباید همیشه خوب کار کنه. ببین اینجا رو، این شادوها رو میبینی، همین کار رو تمام میکنه. دفعه بعد بیاد بخواد بهش حمله کنه، ببین مثل آب خوردن شکست، اصلا بهش توجهی نکرد. اوکی، پس این بحث نفوذ خیلی مهمه ها. بریم دیگه دوباره یه مثال بزنیم. خب ببینیم که چی میبینیم اینجا. آقا مثلا همین گره معاملاتی رو یه نگاه بکنیم. شما فکر کنید این گره معاملاتیه، مثلا اینجا خورده استفاده شده. ببین یه بار میاد به سر سطح میخوره میریزه، بار دوم مجازی ازش استفاده بکنید چون سفارش اصلی داخل ناحیه از سر سطح نیست. ببین خوب میریزه. حالا اینجا نگاه کن، ببین الان همین اینو زومش کنم، یه خود دیگه زومش کنم، میبینی؟ ببین زوم ترش کنم، میبینی اینو؟ این مصرف شده، تموم شده، ناحیه تموم شده، دفعه بعدی حمله کنه تمام. به همین دقیقه ها استراتژی، به همین دقیقه نکن دیگه میره بالا. ببین ناحیه احترام دیگه به ناحیت
نمیذاره. اوکی. خب بریم بازم یه مثال دیگه بزنیم. ببینیم که چیه. ببین مثلا اینجا رو ببین، حالا تایم فرماشو میگم مثلا کاری نداریم. آقا این یک گره معاملاتی اینجا اومده استفاده کرده. دوباره بریم پایین قشنگ. ببین اینو میبینی؟ اینو بذار اینو، همین این کار تموم میکنه. اوکی. خیلی مهمه ها بچه ها، خیلی مبحث مهمه ها. شما باید بدونی که چه اتفاقی داره میفته تو بازی. بنابراین اینها همه داستانهایی هستش که شما باید خورد بدونید. یه خورده اینها رو الان بدونید، من فکر میکنم که از جلسه بعد بریم سراغ، به نظر من ما چند تا استراتژی داریم دیگه، میخوام مادر استراتژی ها رو به شما تو جلسه بعد یاد بدم. بسیار استراتژی مهمیه. میخوام یعنی کرک و پریزون دیدتون رو عوض کنم. جلسه بعد بچه‌ها 10 بار باید ببینید، 10 بار باید ببینید. بدین رو انشالله که مشاهده بکنید. انرژی امروز هم فوق‌العاده بود و انشالله که فردا واسهتون میذارم. دوستتون دارم.